خبری در ازبکستان ساختن دارویی که میتواند بیماری سرطان یا رگ را پاره تبابت کند اساس ندارد. این خبر را وزارت تندرستی ازبکستان رسما رد کرد. اخیراً الهام صادقوف رهبر پژوهشگاه فیزیکای هسته‌ای اظهار داشت که عالمان این پژوهشگاه دارویی را ساختند که در ترکیبش ایزوتوپ رادیواکتیوی لوتیسی 177 و ماده آنتیگن 617 داشته بیماری سرطان را در درجه چهارمش تا 99% تبابت می کند. وزارت تندرستی ازبکستان گفت چنین دارو در امریکا و کشورهای اروپا و آسیا تنها برای تشخیص و تبابت ورم پروستاتا و ورم‌های نیرواندوکرینی استفاده می شود. در اکادمی علم‌های ازبکستان گفتند که این دارو هنگام تبابت سرطان پروستات شخصان سال خورده تاثیر خوب دارد. در اطلاعیه اکادمی علم‌ها گفته می شود که همزمان مشاهده شده است که دوز چهارم و پنجم علاقه به متاستازها و دیگر قسمت‌های بدن نیز تاثیر تبابتی می‌رساند. در وزارت تندرستی میگویند که این دارو هنگام تبابت تن و 3 بیمار در بیمارستان ازبکستان استفاده شده در حقیقت به کم شدن منبع ورم یا متاستازها و سوزش بدن از درد کمک کرده است. اما برای استفاده هر داروی و درمان نو در عمل فرصت طولانی‌تر لازم است تا که تحقیقات گوناگون انجام داده شده خلاصه های لازم برآورده شوند. تاکید کرده است وزارت تندرستی ازبکستان. این یادم چنین تاکید کرده است که در حال حاضر در دنیا یگان داروی درمانی که از سرطان پره تبابت کند کشف نشده است.